زید سعید و وزیر سابق صنعت و صاحبکار خوشنام تاجیک روز 20 مارس سال 2023 به سن 65 رسید. زید سعید فینک 10 سال باز زادروسویش را در پشت پنجره در معبش جشن میگیرد. تا پایان حکم او باز 19 سال دیگر باقی مانده است. زید سعیدوف را 19 مای سال 2013 یک ماه بعد اعلان عزمش برای تأسیس یک حزب سیاسی نو با نام تاجیکستان نو بازداشت کردند و در مجموع به 29 سال زندان محکوم کردند. از ابتدا اکثر این حکم را سیاسی و ناعادلانه می‌خواندند و حتی دادرسی که حکم آخرین زید سعیدوف را صادر کرد شرمیده و گناهکارانه گفته بود که زید شیرویچ چی کار کنیم که تقاضای زمانه همین است. در سال 2018 دو نهاد معتبر سازمان ملل متحد از جمله کمیته حقوق انسان حکم زید سعیدوف را غیر قانونی نامیدند و از حکومت تاجیکستان خواستند که او را آزاد کرده برای سالهای در زندان پس سرکرده‌اش به زید سعیدوف جبران پرداخت کنند، ولی قرار سازمان ملل را هم در دوشنبه کسی به نوبت نگرفت. بعد امضای سازشنامه سال 1998 بر اساس سهمیه 30 فایزه برای مخالفین جدا شده زید سعیدوف رئیس کمیته صنعت تاجیکستان تعیین شد. زید سعیدوف از سال 2000 تا 2006 وزیر صنعت تاجیکستان بود و بعد رفتنش از این مقام شرکت تاج ساختمان را تشکیل داد. این شرکت به یکی از شرکت‌های پیشتاز در بازار ساختمان کشور تبدیل یافت و چندین بناهای محتشم در پایتخت تاجیکستان از جمله دوشنبه پلازا که با 22 قبتش بلندترین بنا در شهر دوشنبه دونسته میشد، بنای نو مکتب رقم 8، مهمانخانه گلستان تور و دفتر مرکزی شرکت تسل را شرکت‌های ساختمانی مربوط به زید سعیدوف ساختند. زید سعیدوف مای سال 2013 یک ماه بعد اعلان عزمش برای تأسیس حزب تاجیکستان نو بازداشت و ابتدا به 26 و در نهایت به 29 سال زندان محکوم شد. خود او بارها بازداشت حکم زندانش را سیاسی نامیده به عزمش برای ساختن حزب سیاسی ربط داده است. سازمان‌های حامی حقوق نیز زید سعیدوف را محبوس سیاسی مینامند، اما مقامات تاجیکستان انگیزه‌های سیاسی داشتن حکم او را رد می‌کنند.